माह मुबारक रमज़ान वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ और जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मुकद्दस है। इसी मुनासिबत से ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले 14 साल अमीर अली सोशल मीडिया पर लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। अमीर अली कोई आम बच्चा नहीं बल्कि एक ख़ास और माजूर बच्चा है जो ऑटिज़म की बीमारी का शिकार है और कभी स्कूल नहीं गया। हैरान कुन बात यह है कि वो बोलने से भी कासिर होने के बावजूद जब उसके इर्द गिर्द कुरान की कोई भी आयत तिलावत की जाती है तो वो फौरन इस बात की निशानदेही करता है और अपनी उंगली उसी आयत पे फेरता है। ये ईमान अफरोज मंजर देखने के लिए इस वीडियो को मुलाहिजा करें। امیر علی من باز یه فرشته‌ایه که نه سواد داره، سواد خواندن نوشتن اصلا نداره. چند سالشه امیرعلی؟ 13 سالشه. چرا نذاشتیم بره مدرسه؟ چون تکلم نداشت. صحبت کردن اصلا نمیتونست. عجب. نمیتونه حرف بزنه. نمیتونه حرف بزنه. اوتیسمه و اینم تو سن 3 سالگی 4 سالگی کی متوجه فهمیدین 3 سالگی؟ 4 سالگی ما متوجه شدیم، 4 5 ساله بود که متوجه شدیم که بچه اوتیسم داره. اصلا این کلمه اوتیسم ما قبول نمی‌کردیم با خودمون. خب حافظ کل قرآنه. چطور؟ حافظ کل قرآن. چطور؟ یه ذره بذار بفهمیم یکم. چطور؟ به هیچ چیز دیگه ای واکنش نشون نمیده. اصلا فقط من صداش کنم الان اشکال نداره تست کنیم. صداش کن. نه آقا. امیرعلی جان امیرعلی آقایون حسن این صدا کن. امیرعلی میشنوه ها ولی واکنش نداره. من اوتیسم به این میگن دیگه. تو اوتیسم امیرعلی الان با گوشی داره چی کار میکنه؟ دعا داره گوش میکنه. دعای جوشن کبیر. خب شما میگی که سواد نداره، چجوری گوشی رو باز میکنه؟ رمز گوشی رو چجوری باز ما باید رمز براش باز کنیم. یعنی اگر الان گوشی رو قفل کنی خودش نمیتونه باز کنه؟ نه بیده من براش باز میکنم. میده مامانش باز میکنه. میده خواهر کوچیکش براش باز میکنه. هیچی هم نمیگه، فقط گوشی رو میده. آره. خب ما 2-3 مدل اعجاز این شکلی در محفل داشتیم ولی امیرعلی واقعا استثناست، یعنی از همه اونها هم متفاوت تره. ادعایی که دارین میکنین رو میخوایم اینجا ثابت کنیم. بله. چجوری ما باید امتحان کنیم حافظ بودن امیرعلی رو؟ قرآن پخش کنیم. امیرعلی چی کار میکنه؟ قرآن زحمتشو بکشین بیارید اینجا. خب و خطشو براتون پیدا کنه. یعنی جایی که قرآن رو ما داریم پخش میکنیم و میشنوه باز میکنه اصلا قشنگ شما رو امتحان کنیم. توکل به خدا ان شاء الله. سفر میاره. سواد نداره، تکلم نداره. یعنی ما اگه یه کتاب دیگه ای رو باز بکنیم بگم اینجا رو بخون نمیتونه. نه فقط قرآن. تکلم نداره دیگه. نمیتونه بخونه. فقط قرآن. خب من برای این که این راستی آزمایی دقیق باشه حسن جان، حامد جان رو دعوت میکنم بیان بالا. بفرمایید. دوربین ما هم بیاد بالا. بفرمایید. رفقای ما هم بیان برای تصویر گرفتن. بفرمایید. تصویر رو برای اینکه همه ببینن ما روی این وال روبروتون آفرین نمایش میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه. درسته. تشویق کنید. حالا تشویق کنید. حامد ماشاءالله. حامد آقای موسیزاده قرآن دستتون باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية. الله حیرت انگیزه. الله اکبر. حیرت انگیزه. حیرت انگیزه. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر ولله الحمد.
بریم بس رو پخش کنیم. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. آقا حرف بزنید. چی بگیم؟ دارین میبینین دیگه، نه سواد داره نه تکلم داره، فقط میشنوه و نشون میده. همین دقیق دست آخه چجوری چیزی به گوشش میرسه؟ چیه؟ دوربین نگاه کن، نه تنها دوربین، ایران نگاه کن، نه تنها ایران، تمام دنیا ایران کن، نگاه کن، نه تنها کل دنیا، فرشته ها، ملائک، شما نگاه کنید. فتبارک الله احسن الخالقین.